داداشت امیر رو کجا قایم کردی؟ شما پروان احمدی هستم، رئیس پرونده امیر درخشانی. شاشو بگو، به نفع خودته. زیر آسمون خداست، پیدا کردنش هم که کار شماست. منم ندیدمش مثل شما. باریکلا، قشنگ با ردیف و قافی حرف میزنی. حله، پیداش میکنی. با اجازه. تبر زدی ها، دعوا شدنی که پیش شما بود. امیر کجا بود؟ برو خودم میام. باشه. پس امیر نبود، یه جوری بدمت لاکار حالشو ببری. محمد، نباید اینطوری سر و صدا می‌کردی که قاضی بندازتت بیرون. ما نمی‌دونی چیکار بکنه. آخر عمری برو حالشو ببر، 10 روز دیگه بعد تاب بخوری. خانم بهروزی، شما من اصلا چه حرفی ندارم. چی نشو؟ نه عزیزم. چقدر بگم من؟ جان سلام، یه چند دقیقه صحبت کنم بعد ببرینش. خوبی؟ زنداداشو بردار ببر خونه. این رضایت بده نیست. سر عقدش. ما این حرفا چیه میزنی یعنی؟ داداش، تو رو خدا نگران نباش. به خود سرویس طلبو میفروشم، خونه رو میفروشیم، یه جوری رضایتش رو میگیریم. خدا رو شکر که مادر آلزایمر داره. این روزا رو میبینه ولی فراموش میکنه. چیزی یادش نمیمونه. زنداداش من دیگه بریدم. 7-8 روزم به عمرم نمونده. حلالم کن. داداش اگه رضایت داد ندادم فدای سرت. تو همه کار برای من کردی. بس دیگه جناب، باید بریم. داداش شاید دیگه قسمت نشه مامانو ببینم. از طرف من پیشونیشو ببوس.